دیگه راه قهوه مجانی رو یاد گرفتیم. اولین بار باریستاشون انقدر خوب. سال باریستایید؟ 4. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از کانال امیرعلی کینو. امروز اومدیم ببینیم با چند تا تلاش و چگونه میشه داخل تهران قهوه مجانی خورد. حالا بریم ببینیم چه جوریه. اینم لیوان اونه که قراره پر بشه داخلش. بریم. ما الان گفتیم که این دون قهوه رو برش امتحان شده هم هست. خورده بلندتر بود. باید الان منتظریم که مشتری راه بندازن و ما بگیریمش. چا اینقدی لطف کردن به ما دادن. خیلی دستشون درد نکنه واقعا. هزار نداشتیم ما برم. بچه‌ها اینجایی که اومدیم پراگ بود چون خیلی حال دادم بهمون. واقعا قهوه‌هاشون معمولیه ولی شیرینی خیلی خوبی دارن. حالا شاید قهوه‌شون خیلی خوب باشه. آخرین بار باریستاشون انقدر خوب نه شروع ولی قهوه شیرینیاشون که خیلی خوبه، جاشون هم خیلی باحاله. و اینکه یه فروشنده هم دارن آقا شاهرخ. آقا شاهرخ نبود ولی متاسفانه. حالا بیاین شاهرخ پراگ یادتون باشه. این میزان قهوه‌ایه که به ما دادن. بذاریم بشماریم ببین. فکر کنم دیگه خیلی بیشتر از توقعمون بود. آره واقعا انتظار نداشتیم. این سنف همه بخشندن، همه اینم استاد سلام نکرد. سلام علیکم، صبحتون بخیر. اینجا 6 تا اسپرسو به اون میده فکر کنم. اسپرسو حالا تقریبا بستگی به چگالی دون و همه اینا داره ولی تقریبا 56 تا دونه 57 تا دونه اسپرسو رو میده. تازه فقط ما یه ذره شو ریختیم تا حالا اینقدر مونده. بچه‌ها قرار بود کات بدیم ولی چون 69مین دونه رو ریختم خواستن یه دیگه یه 18 تا هم اینجا بدیم. 69 18 80 اینم یه دونه 87 18 تا با 69 88 اینم یه دونه الان انداختم شد 88. مجموع رتبه هاشون بازم از رتبه من کمتر میشه ولی 18 رو ولی به 69 نمیتونه بکنه. دیگه راه قهوه مجانی رو یاد گرفتیم. بیاین پراگ بگی که آقا یه لیوان دون به من بده لطفاً. ما شمردیم 287 دونه قهوه برای بگیر من بریزم تو لیوان شفاف. 267 این قهوه نه تنها برای یه اسپرسو کافیه بلکه میشه کالیبر هم کرد، یعنی چند بار بگیری بهترین شاتشو در بیاری. 3-4 تا اسپرسو فکر کنم بهمون میده. یعنی اگه 56 تا رو مثلا بگیریم 20 گرم تقریبا 100 گرم به ما قهوه دادن. قهوه اسپرسوشون هم 80000 تومانه بچه. یعنی عربیکای بلنده، عربیکای 100% بلنده. حالا رستش قطعا شرکت ما بهتره. سوامی بذار لطفا. این چی الان؟ اینجا میخوام سوامی. آره. هم ارزون تریم هم بهتر ولی البته لاین گرون هم داریم بعدا. ولی خوب حالا تبلیغ کافیه ولی میگم یعنی قهوه گرون خودشون رو خوب به ما داد پراگ. همش میگم بذار یه حالا چالش‌های خارجی این ویدیو رو ما دیدیم. یارو 7 تا 8 تا جا رفت. آره تازه 56 تا دونه ورژن خارجیش دونه دونه جمع میکنه تو ایران. تو ذهن ما این بود که بریم چند جا، یعنی مثلا حداقل 4-5 جا. الان اومدیم جلو کافه جدیده که می‌خواستیم ازش دون بگیریم. بعد که شمردیم دیدیم که کافیه میتونیم 3 تامون یه دبل اسپرسو بخوریم. حالا باید بریم یه جا پیدا کنیم که بدون پول گرفتن چیکار کنه. اینو برامون اساره بگیره که بتونیم یه کافیه خوب بخوریم. کافیه فری. خب از خودشون می‌خریدیم که همه قهوه شیشه شدن. خودشون می‌خریدیم. باید یه جا بریم که گرایندرش یه مدلی باشه که قهوه دوز شده بریزه توش. بچه‌ها اومدیم آهسته نقطه شروع و پایان تمام وقایع نصف وقایع نصف مصاحبه های اینستاگرام اینجا گرفته میشه ولی ما اینو از کوچی بگم ولی ما برای این کار نیومدیم. اومدیم ببینیم جایی هست اینو برامون اساره گیری کنه، یه اسپرسوی ناب اربابی بهمون بده. بریم ببینیم کی تقبل میکنه این کارو برامون انجام بده. هزینه اسپرسو چقدر شده؟
صفر تومن. بعد چه کاری آشیازی داریم انجام میدیم، اینو داریم میدیم یه جا دیگه برام مشتری گیری کنه، یه مغازه دیگه گرفتیم. یه کافه‌شون هم نشون بدم که اینا همه رقیبن ولی خدایی کار اینجا خیلی قویه. خودشون لاین‌های مختلف قهوه رو دارن اینجا برای اینکه مشخصاتش از گرینگی، گل روز شده و مشخصات خودتون هر لاینی که بخواین و براتون. کلمبیا هم که امیرعلی خیلی دوست داره. و پرو. بچه این همون گراندری بود که مد نظرمون. آقا سلام و درود. تو وسط کارتون هستیم، زیاد مزاحم نمیشیم. این قهوه‌ای رو ما جمع کردیم امروز به زحمت که بیاریم شما لطف کنید برای ما مصاحبه گیری کنید. لطف می‌کنید خیلی ممنون. میتونم چند تا سوال فقط از شما بپرسم یا نه دوست نداری؟ اطلاعاتی داشته باشم جواب نمیگم. نه می‌خواستم در خود چون من خیلی با شخصیتتون و مدلتون کردم، گفتم چند تا سوال بپرسم که چند سال باریستایید؟ 4 سال باریستایید. خب مثلا اگه بخوام نمره بدیم به کارتون چند میدید؟ از 10. شاید از 10 از 10 2 1 2 1 چرا؟ چون هنوز اونقدر اطلاعات ندارم. هر زمینه شما برید کلا تمامی نداره. هر چقدر برید داخلش بازم هست که بخوای یاد بگیری. برای همین هنوز اونقدر خیلی ممنون از هبمیز و پراگ دونو که دونه بهمون قهوه رو داد و مردم ملت شریف ایران یه بار دیگه ثابت کردن با این که شرایط انقدر بده ولی هنوز هوای همدیگه رو خدای حال داد. خدای همشون هم دون حال دادن هم هبمیز خیلی بهمون حال دادن که این کارو کردن. از وطن شانس نیاوردیم ولی از هموطن شانس آوردیم. چرا اینقدر قهوه‌مون اینقدر بهمون و اینم قهوه‌ای که برامون گرفتن برامون شیرینی هم گذاشته. آره تازه شیرینی هم برامون خیلی محبت کردم بچه‌ها. هبمیز که برامون زدن و چه کرمایی داره. یه همه خوب بچرخون برو واسه تست. من اینکه بچه بقیه‌اش هم نمی‌شم بزن دوربینو بگیر. واقعا خوب شد. هم خیلی خوشمزه است، هم خیلی بالانس. باریستا واقعا حرفه‌ای هم بود که تونست بدون کالیپ کردن این شاتو بهمون بده. گفت 3-4 ساله دارم کار می‌کنم. خیلی خوب. از 90% اسپرسوهایی که می‌خوریم قطعا خوشمزه. میدونی چرا؟ چون مفت. نه و واقعا بهترین اسپرسو مجانی که تو زندگیم خوردم. قطعا 100 البته. خیلی عالی. خیلی ممنون. این ویدیو رو هم دیدید. یک جایی که همه ویدیو گرفتن تا حالا میبندید دیگه. همه گرفتن ازل تا ابد. این ویدیو رو دیدید. میخوای عطر رو اینو پرت کنم تو بندازی تو ساعت. به نظرت میشه؟ نیفته خیلی زایی میشه. خیلی بد میشه. ما کات میزنیم. کات کسی قرار نیست بفهمه. بی آقا بره. بی بزن